عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت و احترام. من امیر ملکپور هستم و تو این ویدیو میخوام براتون در مورد یه روش صحبت کنم که بیاین توی بهشت اروپا و دنیا. ما الان تو موناکو جنوب فرانسه ایم و واقعا خود ما خب تبعی اروپا هستیم، شرایط اینجا رو داریم، ولی اینجا واقعا زیباست. میخوام بهتون راهی رو یاد بدم که سرمایه گذاری نمیخواد، مدرک زبان نمیخواد، مدرک تحصیلی نمیخواد. شما بتونید اقامت اینجا رو بگیرید و بتونید به روی سایت ما یا روی هایلایت های ویزامون توی اینستاگراممون، تو یوتیوبمون هزاران نفر، حالا هزاران نفر اغراقه ولی چند صد نفر رو ببینید که از همین رو اقامت گرفتن. شما میتونید نفر بعدی باشید. همونطور که من براتون صحبت میکنم این مرغای دریایی هم بالا سر ما صدا میکنن، هلیکوپترهای شخصی و یه عالمه کروزهای شخصی که علامت ثروت و فراوانی تو جنوب فرانسه است. موناکو اصلا مالیات نداره و خیلی ها دوست دارن بیان فرانسه. جنوب فرانسه نیست، کن مثلا خود اروپایی‌ها به نظرشون کن یکی از زیباترین نقاطیه که تو اروپا دارن. حالا سوال اینجاست که ما چجوری بیایم تو این کشور زیبا اقامت بگیریم ولی سرمایه گذاری نکنیم تا اومدیم بشناسیم، یه سال بودیم، شرایط دیدیم، بعد بخوایم سرمایه گذاری کنیم. ضمناً اکثر کشورهای دنیا وقتی به شما اقامت میدن یه قانون دارن که باید سالی 6 ماه و یه روز بمونید. اگه نمونید اقامتتون باطل میشه. یعنی شما باید سالی 6 ماه و یک روز رو پر کنید. البته برای کسی که مثل من پاسپورت داره این قانون نیست، چون مثلا شما پاس ایرانی داری بری جای دیگه پاست از بین نمیره. ولی برای کسی که اقامت داره بعد سالی 6 ماه و یک روز بمونه. فرانسه این رو هم برداشته تو این روش که الان میخوام براتون بگم. پس یه روشیه که نه مدرک زبان میخواد، گوش کنید، نمیگم دانش زبان نداشته باشید، حتما زبان کمکتون میکنه اینجا، یا میتونید مترجم استخدام کنید، ولی این مدرک زبان نمیخواد. و یه بارون نرمی هم میزنه، من دارم براتون صحبت، مثلا صدای دریا و جاتون واقعا اینجا سبزه. خلاصه نه مدرک زبان میخواد، نه اصلا اینقدر ریلکس کرده بخوام حرف بزنم، یا حال هواییه، و نه مدرک تحصیلی و نه سرمایه گذاری، همونطور که بهتون گفتم. من اسم این روش رو گذاشتم خود اتکایی یا خود حمایتی یا روش اجاره ملک. ببینید توی اروپا بعضی از کشورها مثل سوئیس و اتریش و فرانسه و اسپانیا و یونان این امکان رو به شما میده که شما بیاین اینجا یه ملک اجاره کنید و اقامت بگیرید. پس گفتیم بعضی از کشورهای اروپایی تنها نیازشونه که شما یه ملک اجاره کنید و نشون بدید از تمکن مالی بالایی برخوردارید. به خاطر همین اون اولا بوده 15 سال پیش من اول به این میگفتم اقامت تمکن مالی، که خیلی از مؤسسات از من کپی کردن، اسمشو گذاشتن تمکن مالی. البته این اقامت تو هر کشوری اسمش فرق میکنه. مثلا تو آلمان، توی اتریش، آلمان نداره، اتریش داره، بهش میگه Niederlassung ohne Arbeitstätigkeit، یعنی اقامت بدون اجازه کار. توی فرانسه بهش میگن ویزاهای اقامتی بلند مدت. توی یونان بهش میگن اقامت تمکن مالی، FIP، یه چنین چیزی. هر کشوری اسم خودشو داره. اینجوری مکانیزمش که شما میاین یه ملک مثلا اجاره میکنین، بعد میاین یه دونه سند مثلا بانکی میارید که آقا مثلا توی 2-3 ماه گذشته نگاه کنید من میتونم پول بذارم تو حسابم، دست نذارم، اینقدر وضعم خوبه. پول باید تو حساب شما باشه، نه باید تو حساب ما باشه. پول باید تو حساب شما باشه. شما پولو میذارید تو حسابتون، بعد پرینت میگیرید، میگه نگاه کن تو چند ماه گذشته من وضع مالیم خوبه. حالا این مبلغ فرق میکنه. مثلا تو اتریش 20,000 یورو به ازای هر نفر 20 تا 25,000 یورو، و بعد نشون بدین که ورودی ماهیانه‌تون خوبه. مثلا اگه پول دارید تو بانک سود بانکی خوبی میگیرید، اجاره میگیرید. بچه‌ها خیلی از این هلیکوپترهای شخصیه. تو موناکو که هستیم اکثر آدما یا هلیکوپتر شخصی دارن یا اون پشت میبینین چند تا از این کروزهای شخصی هستش که میان اینجا و میان توی جنوب فرانسه تفریحشون میکنن، اشغالشون میکنن و بعد میرن. حالا تا این صداش بره همکار من به شما اینجا رو نشون میده. ببینید چقدر زیباست. کشتی‌ها هر کدومش بالای چند صد هزار یورو پولشه، این کروزا، و فوق العاده توشون لاکچری و زیباست. بنابراین شما باید توی اروپا نشون بدید که تو حسابتون مثلا توی فرانسه اینجوریه 40,000 یورو نفر اصلی، 20,000 یورو همسر
هر کدوم از بچه‌ها 10,000 یورو پول تو حسابتون دارید. نشون بدین درآمد پسیو دارید، یعنی وقتی اومدین اینجا گرفتار نیستین بخواید جای کسی رو بگیرید. توی این نوع اقامت شما اجازه کار اکتیو ندارید. مثلا میتونی خونه بخوای اجاره بدی، سرمایه گذاری کنی، ولی نمیتونی جای یک کارگر رو بگیری. شما داری میگی من تمکن مالیم خوبه. حالا تو فرانسه این شرط حضور نداره. اگه تو اتریش بگیریم بعد یا هر کشور دیگه، یونان، اسپانیا، سال 6 ماه و 1 روز رو باید بمونید. البته توی پرتغال شما میتونید بیزنس اکتیو هم داشته باشید. اونم همین خدماتی رو داره و اجازه بیزنس اکتیو هم بهتون میده. من تو مسیر سبز مهاجرت وایسادم در مورد خدماتی‌ها ساعت‌ها تحلیل کردم، بررسی کردم. خدماتی فرانسه خیلی شرایطش جالبه، به خاطر اینکه میگه شما یه ویزای مثلا شنگن داشته باشی، اومدی باشی فرانسه، دیدی خوشت اومد، دوست داری اینجا باشی، بچه‌هات هم میتونن تحصیل رایگان کنن. البته تو بقیه هم تحصیل رایگان هست، ولی گفتم بهتون شرط حضور دارن. فرانسه تنها خدماتی که شرط حضور نداره. مسئله‌ای که الان خیلی از ایرانی‌ها دارن اینه که توی تهران وقت‌های خدماتی برای اینکه درخواست زیاد، از موقعی که من اینو معرفی کردم خیلی از مؤسسات اومدن گفتن ما انجام میدیم. البته من ندیدم ویزا بگیرن، مال ما ویزاهاش هست، خیلی کم دیدم ویزا بگیرن، ولی ما شاید بالغ بر چند صد ویزا اول بهتون گفتم داریم و شما میتونید برید ویزاهای ما رو ببینید. حالا آخرین ویدیو هم میگم بچه‌ها براتون قبل از اینکه اینجاها رو کامل ببینیم بهتون نشون بدن. نکته‌ای که وجود داره اینه که تو روش خدماتی مدرک زبان نمیخوایم تو اکثر کشوراش. بعضی جاها مثلا اگه دیپلم نداشته باشی بهت میگه مثلا پایین‌ترین سطح مدرک زبان بیار، ولی فرانسه اصلا نمیخواد، یا یونان نمیخواد، یا سوئیس نمیخواد، یا پرتغال نمیخواد. فقط نشون بدید پول تو حساب خودتون هست، پرینت بردین، بعدم تو پول تو بردارید و نشون بدین درآمد ماهیانتون خوبه، آدم متمکنی هستین. اینا ببینید یه چیزی واضحه، اینا دنبال آدمایی هستن که اوضاع مالیشون خوبه، نه یعنی اینجا سربارشون بشن، بلکه بیاد طرف هزینه کنه. حالا یه چیز جالب براتون میگم، اگه اومدین تو فرانسه موندین، اقامت گرفتین، وضع مالیتون خوب بود، یه امکانی بهتون میده که شما اینجا ظرف 5 سال، البته اون شرایط اینتگریشن رو، یعنی ادغام شدن در جامعه رو باید بگذرونید که بعد مثلا یه زبان یاد بگیرید، چه میدونم نشون بدید به محیط فرانسه علاقه‌مند شدید، اینها میتونید درخواست پاسپورت فرانسوی کنید تو 5 سال. یعنی در واقع یه جورایی شما پاس فرانسوی، حالا مقایسه کنید مثلا با ترکیه که طرف بعد بره 500-600 هزار دلار بده ملک بخره و 3-4 سال هم پولش اینجا قفل میشه. اینجا بدون که هیچ سرمایه گذاری بکنید اقامت دائم میده. هزینه اجاره ای هم که اینجا میکنید بسته به جاش فرق میکنه. نه لازم نیست بیاد موناکو که گرونه، یه جایی مثلا شهرهای خیلی زیبا داره، همین مثلا نیسوکن با ماهی 600-700 یورو میشه یه خونه 70-80 متری خوشگل اجاره کرد. میتونین بیاین اینجا بچه‌هاتون رایگان درس بخونن. همسر مثلا من خیلی دارم که پزشک، اوضاع مالی خوبی داره، تو ایران داره کار میکنه، رفت آمد میکنه، خانواده اینجان و بیزنس ایرانش هم حفظ کرده. البته کشور با کشور فرق میکنه. تو خدماتی خیلی نکته وجود داره، همونطور که بهتون گفتم مثلا وقت سفارت سخته. من در مورد اون روشایی رو بهتون توضیح میدم که چجوری شما میتونید جلوتر بیافتید و چجوری میتونید شانستون رو ببرید بالا. خیلی نکته وجود داره. اجازه بدید که تو این ویدیو کوتاه، چون نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، خیلی دردسرتون ندم، یه 4-5 تا از اون ویزایی که 400-500 تایی که گفتیم ببینید. بقیه رو خودتون میتونید رو سایت ما برید ویدیوهاشو ببینید و من دیگه کمتر صحبت میکنم تا قبل اینکه برید اینجا رو یه دور بزنید، یه 4-5 تا ویزا ببینید و بریم اینجا رو هم بهتون موناکو رو یه نشون بدم. من و خانواده‌ام تقریباً 2 سال پیش از طریق اینترنت با مؤسسه MIE و جناب دکتر ملک پور آشنا شدیم و بعد از کلی مشاوره با مشاورین این مجموعه داشتیم، تصمیم گرفتیم که با این مجموعه اقدام بکنیم و بعد از مشاوره‌ای که گرفتیم با جناب آقای دکتر ملک پور تصمیم گرفتیم که برای خودمون و خانواده‌مون متناسب با شرایطی که خانواده ما داشتن خدماتی فرانسه رو اقدام بکنیم. موفق شدیم که توی این ویزا قشنگ ویزای خدماتی فرانسه رو برای خودم و خانواده‌ام دریافت کنیم. موفق شدم ویزای خودحمایتی فرانسه رو دریافت کنم و خیلی خوشحالم بابت این قضیه. از مجموعه خوب MIE خصوصا آقای دکتر ملک پور تشکر و قدردانی میکنم که با راهنمایی‌های خوب و حرفه‌ایشون، مشاور خوبشون و همچنین تیم CM توانستیم ویزای خودحمایتی کشور فرانسه رو دریافت کنیم. دوستای عزیزم ویدیوها رو هم دیدین، فضا رو هم ببینید چقدر زیباست. همینطور که صحبت میکنیم شما میتونید در مورد اقامت خدماتی فرانسه رو وبسایت ما اطلاعات بسیار کاملی بگیرید. هر چی که سرچ میکنید با کلید واژه ملک پور سرچ کنید. توصیه اکید من با شماست. مثلا میذارید خدماتی فرانسه، کنارش ملک پور بذارید
برای اینکه گوگل شما رو میاره روی وبسایت ما، اطلاعات کامل و دقیق بهتون میده و شما نمیرید روی سایت هایی که منحرفشین. خیلی‌ها نمیتونن انجام بدن و بعد میان به شما میگن اصلا چنین راهی وجود نداره، نمیدونم چنین چیزی. الان ویزاهاش خودتون دیدین دیگه. خب اینجا رو هم ببینید، این کروزای خوشگل و این فضای خیلی قشنگ و دریای آبی مدیترانه رو واقعا جاتون سبز اینجا. اینم فضای بسیار زیبایی که خود قسمت مسکونی شهره. این چقدر زیباست، خونه ها همه فوق لاکچری. جاتون خالی، سبز، عاشقانه دوستتون دارم. هر کجا که هستین عالی و آبی باشید مثل این دریا. یا علی.